ما یکی از موضوعهای اساسی را دیده می‌بریم که هنگامی از دعا حرف زدن پیدا می شود. انیقترش اویدی حکمتی به بعد گذاشته شدن جواب دعاها، یعنی اویدی آن صحبت خواهیم کرد که برای چی بعضا دعاهای ما قبول نمی شود و با این دعا جواب از نزد پروردگار نمی آید. زیرا آدمانی بسیار هستند که این سوال را می دهند و تا حال جواب خود را پیدا نکردند. خوب، یکم باید این را گفت که خداوند هیچگاه دعا را به جواب نمی گذارد. یعنی خداوند حتما به همه دعاهای شما جواب می دهد. و این سوالی که ما می دهیم، یعنی برای چی خداوند به دعای ما جواب نمی دهد، این سوال نادرست است. زیرا اگر دعا از صدق دل و با ایمان کامل باشد، حتما به آن جواب داده خواهد شد. تنها ما باید ایمان خود را مستحکم کنیم. زیرا خداوند در قرآن می فرماید که شما به من دعا کنید تا به دعای شما جواب دهم. لیکن باید فهمیم که جواب خداوند حتما همان زمانی که ما دعا کردیم نمی آید. یا خداوند در جواب به ما آن چیزی را که می خواستیم حتما همان را نمی دهد. بعضا جواب دعای ما الکی می آید، لیکن ما شاید نفهمیم که این کاری که شد جواب دعای ما بود. زیرا خداوند می تواند در جواب چیز دیگری را عطا کند و او داناتر است که کدام از آنها برای ما فایده ناکتر است. برای همین هیچگاه نگویید که برای چی خداوند به دعای من جواب نمی دهد، یا اینکه برای چی خداوند به من همین چیزی انیقی که من طلب دارم نمی دهد. هیچگاه فکر نکنید که دعای شما به جواب خواهد ماند، زیرا این گونه نیست. دعای شما شنیده می شود و حتما به آن جواب داده خواهد شد. لیکن باز هم می گویم که جواب می تواند گوناگون باشد. خداوند وقتی چیزی می خواستگی شما را نداد، این دم در جواب دعای شما می تواند از یگان بلای در پیش بوده شما را نگاه دارد، یا به شما چیزی دیگری را به جای آن میخواستگیتان میدهد. مثال، شما میخواهید که به یگان جای انیق کار دارید، لیکن این نصیبتان نمیشود. یا اگر یگان کس بیمار باشد، دعا میکنید تا شفا یابد، لیکن وی شفا نمییابد. بعد از این نباید گوییم که برای چی خداوند به دعای من جواب نمیدهد. و اینجا سوال دیگری را باید به خود دهیم که برای چی به من همون چیزی میخواستم داده نشده ایستاده است. و این سوال الکی تماما دیگر است و جواب آن چنین است. ما باید درک کنیم که ما بنده هستیم، یعنی ما خود فرمانبر به خداوند یکتا هستیم و نمیتوانیم که به او فرمان داده باشیم. یعنی اون چیزی که ما طلب میکنیم این معنای آن را ندارد که اکنون حتما اون چیز به ما داده خواهد شد. آن را که همه را در دست دارد این خداوند است. او ذات است که هر چیزی خواست همان را میکند و او از کرده های خود پرسیده نمی شود. ولی ما به هر یک عمل ما جواب خواهیم گفت. ما بنده هستیم و باید که جای خود را دانیم. خداوند از گذشته و از آینده ما باخبر است و همه علمهای آشکار و پنهان نزد او است. خداوند چیزهایی را میداند که ما نمیدانیم و حتی آن چیزهایی که خداوند میداند ولی ما نمیدانیم، این عقل کوچکی ما توانی درک کردن آن را نیز ندارد. و شاید چیزی را که ما از خداوند طلب میکنیم
برای ما ضرر باشد، یعنی ضررآور باشد. شاید آن چیزی که ما سخت دوست می‌داریم و می‌خواهیم در آینده برای ما مشکلات زیاد بیارد. و همه ما از حادثه‌ای که با حضرت موسی علیه السلام شده بود با خبر هستیم. وقتی که حضرت با خضر علیه السلام واخوردند چی شد؟ حضرت موسی علیه السلام شاهدی 3 حادثه شدند که یکمی آن این با طلاهای در زیر دیوار بوده و یتیمان وابستگی داشت. وقتی که تا یافت شدن طلاها کمتر وقت ماندگی بود، خضر علیه السلام آن دیوار را باز هم بلند برداشتند و یافت شدن طلاها را تا 15-20 سال دیگر دوام دادند. و شاید مادری آن یتیمان به خداوند همان دم دعا میکرد که خدایا ما به مبلغ احتیاج داریم. لیکن خداوند داناتر است و اگر آن دم آنها آن طلاها را میافتند، باشندگان آن شهر همه طلاهای آنها را میگرفتند. با آن یتیمان بعد از 15 سال وقتی که آن طلاها را یافتند، ان همان دم آنها در حقیقت به مبلغ احتیاج کلان داشتند. اگر از مادری آنها پرسید، شاید گوید که نه، ما خودی حاضر همان زمان به مبلغ نیاز داریم، احتیاج داشتیم. لیکن خداوند بهتر میداند که کی این مبلغ به آنها فایده بسیارتر میرساند و کی آنها به آن احتیاج دارند. برای همین با وقت دیگر گذاشته شدن جواب دعاهای ما این بر فایده خودی ما است. زیرا خداوند داناتر از همه دانایان است و او بهتر میداند که ما به چی و کی نیاز داریم. انتخاب خداوند همیشه برای ما ضرورتر است، زیرا خداوند همیشه برای بنده‌اش خوبی میخواهد. شاید ما یگان وظیفه را معقول کردیم و از خداوند طلب میکنیم که آن وظیفه را نصیب ما گرداند و این من کرده نشده است. ما میتوانیم آن چیزی را که دوست داریم، یعنی هر چیزی را که ما دوست میداریم، میتوانیم که از خداوند طلب کنیم. لیکن ما باید فراموش نکنیم که انتخاب خداوند برای ما بهتر و فایده‌ناکتر است. مثال تصور کنید که شما در یک حالت خیلی وزنین قرار دارید و یا بیمار هستید و مدتی زیاد است که با پروردگار دعاهای زیاد میکنید، لیکن در جواب چیزهای میخواسته شما نمی شود، یعنی که نشده ایستاده است. بعد از این چی می شود؟ همه ما می دانیم که هر انسانی که این حالت را از سر گذرانیده است می داند که این دم چی می شود. وقتی که ما در حالت وزنین قرار داریم و با دعاهای ما جواب داده نمی شود، ما آینده خود بسیارتر فکر میکنیم، یعنی ما آینده حیاتمون فکر میکنیم. ما آهسته آهسته تمام کارهای خود را پیش نظر می آوریم و خطاگی های و گناه های خود را می کابیم که در کجا من خطا کردم که خداوند به دعای من جواب نمیدهد. یعنی هنگام مشکلی ما باز هم بیشتر ایمانمون قوی می شود و این برای هیچ کس پوشیده نیست. انسان وقتی که دچار مشکل می شود باز هم بیشتر دعا و عبادت می کند و ایمانش از پیشتر دیده قوی تر می گردد. آدمانی که در مشکل افتادند نسبت به دیگران وقتی دعا آن را از صدق دل می کنند و این گونه آدم ها رابطه خود را با خداوند بیشتر می کنند. ابن جوزی یکی از عالمان بزرگ که سال 591 هجری وفات کرده است میگوید انسان مومن وقتی که در حالت وزنین و وقتی زیاد به خداوند دعا میکند وی میفهمد که چگونه رابطه وی با پروردگارش بیشتر و بهتر شده ایستاده است. وی میفهمد که وقتی که این مشکل ها نبود وی این گونه از صدق دل دعا نمیکرد
وای میفهمد که دعا این صحبت بنده با خداوند است. و از همه مهم وای میفهمد که اگر دعای وای قبول شود و چیزی میخواسته اش را به دست آورد، شاید ایمان وای باز هم ضعیفتر شود و او دیگر اینگونه از صدق دل دعا نکند و در دل خواهش پیدا میکند تا جواب دعای او با مدت دیگر گذاشته شود. بله، یگان انسان مؤمن نمیخواهد که در زندگی عذاب و رنج و مشقت ببیند، ولی آنهایی که از این گذشته‌اند، از عذاب و مشقت های زندگی گذشته‌اند، این را خوب میفهمند. و طلب کردن از خداوند که ما را در این دنیا خوار و زار نکند من کرده نشده است و این را طلب کردن یگان ضرری ندارد و تنها باید آن را از خاطر نبراریم که ما نمیدانیم در این دنیا چی برای ما فایده می آورد و چی برای ما ضرر می رساند. ما خوب میدانیم که در آخرت جنت برای ما باشیشگاه بهترین است و خوشی‌های آنجا بهترین است. لیکن در این دنیا ما نمیدانیم که آن چیزی که ما سخت میخواهیم و خیلی زیاد دوست میداریم برای ما فایده میارد یا اینکه ضرر میارد. این را ما نمیدانیم. برای همین وقتی که خداوند چیزی میخواستگیتان را نداد، فراموش نکنید که او به شما حتما چیزی دیگر و یا بهتری را خواهد داد و یا شما را از مشکلی های در پیش ایستاده امین نگاه خواهد داشت. همیشه دعاگو باشید و فراموش نکنید که خداوند حتما به دعای شما جواب خواهد داد. این قسمت آخری برنامه دعای قرآنی بود و امیدوارم تا این برنامه برای شما کمی هم باشد فایده رسانید و یا خواهد رساند. امیدوارم تا این برنامه سبب باز هم مستحکم شدن ایمان شما گردد. اگر خداوند خواست انشاءالله برنامه های دیگری را باز آغاز خواهم کرد و در کوتاه‌ترین فرصت پیشنهاد شما عزیزان خواهم کرد. اگر مهنت های ما برای شما پسند است و می خواهید که ما را دستگیری کنید، پس با شبکه‌های ما در یوتیوب، فیسبوک و اینستاگرام ابونه شوید. موادهای ما را به صحیفه‌های خود گیرید و همچنین به یار و دوستان نیز بفرستید تا اینکه آنها نیز مطالعه کنند. خداوند نگهبان هر یکی شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.